بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان. آرزو دارم که همه شما صحت و سلامت باشید. عزیزان گرانقدر، اکثریت از افغانای مقیم ایرلند پرسشای روان میکنن، میگن که آیا وکیل شخصی خوبی میشناسید؟ اگر میشناسید اگر برای ما معرفی کنید. اولا خو باید برای شما گفته شود که اگر شما درخواست پرندگی دیجا میکنین، دیجا برای شما از طریق لیگل اید از طرف دیپارتمنت جستیس وکیل داده میشه. ما در این نتیجه رسیدیم اگر شما در درخواست پرندگی میتین یا میکنید، اگر وکیل شخصی بگیرین بهتر است. اگر مصارف مالی شان شما میتونه که بپردازین، بهتر است که یک وکیل شخصی که در امو رشته اسایلم خوب سابقه خوب داشته باشد، شما میتونین که برای خود هایر کنین و قدر پول هم نمیگیره. و در ضمن پالیسی دیپارتمنت جستیس در اواخری شده که تقریبا در حدود 100% 50% وکلا یعنی شخصی هایر میکنه از طریق لیگل اید. یعنی در لیگل اید خودشان در لیگل اید نمی باشه ولی میخواین که کمک کنن، بازم او هم بهتر است. و آن دوستایی که با مختلف سکیما مثلا فامیلی ریونیفیکیشن یا ARPP یا افغان انویشن پروگرام یا هر رقم سکیمی که باشه و دوستان پرسان میکنن که آیا وکیل میشناسین که برای ما معرفی کنین. اگر راست برای شما بگویم، من شخصا بیشتر از 100 وکیل میشناسم، ولی مشکل اساسی افغانای عزیز این است که دیجا وکیل در شروع امرایتان خیلی خوب برخورد میکنه، برای چند هفته پرسانتان میکنه، ولی بدبختانه بعد از او باز وکلا دیجا مثل که سیستم یک کمی به نظر مسلو است. شما هم شاید درک کرده باشین. در عموم دیجا باز وکیلا هم قدر اگر شما بگین که در 2 ماه یک ایمیل برای شما رای کنه که شما در اینی حصه هستین یا در این سکشن هستین یا اینی بکار است، این رقم یک کار نیست. مثلا در انگلیس چند سال پیش یک وکیل بود به نام ملک، شاید اکثر دوستا که دیگه پیش آمدن میشناسن. یک سابقه خیلی خوب داشت. بس براتون میگفت که این قدر پول میخوایم، این قدر وقت کار شما رو میگیره و امو قدر هم باز میشد. امو قسم که میگفت که این قدر وقت میگیره، باز کارا در اونمو قدر به اثبات میرسان. فلهذا ایرا میگم که وکیلا در اینجا کمی مشکلات داره. شما کوشش کنید که باز ما به نظر ما بهتره می است دوستایی که کیسا رو برشان میته، مثلا فامیلی یونیفیکیشن، افغان انویشن پروگرام یا اسکیمای یا پروسای دیگه که به ثبوت رسانده باشه، شما باید پرسان کنید در کمیونیتی که کدام وکیل کار کرده. این یک مسئولیت است. اگر ما برای شما بگویم باز ما زیر سوال میبریم. تشکر. زنده و سلامت.